چی اومده بیرون؟ چرا؟ اصلا چی شد؟ ببین سینا، من داشتی فیلم تو بازی میکردی، آره. زندگی تو میکردی، میخوام ببینم چه اتفاقی افتاد. توی یه اسکرین شاتی یه آقای آخوندی زده بود که بهتر زنای ایران صیغه حشدالشعبی‌ها بشن. اون تاریخ نمیدونم اینا اومده بودن تو ایران کجا. من اینو توییت کردم. روز قبلش تو ولایت پدری من همدان یه آخوندی رو کشته بودن. منم فرداش اینو توییت کردم. فردای اون روز یهو من دیدم یک جو عجیب و غریبی توی فضای مجازی و رسانه ها و از سمت داخل ایران از سمت طرفداران جمهوری اسلامی ایجاد شد که مهناز افشار باعث شده یه آدمی بره یه آخوندی رو بکشه، یعنی شریک قتل. اولی شوخی گرفتم، گفتم بابا دیگه مسخره بازی، تاریخ ها معلومه، ولی دیدم انقدر این داره پررنگ میشه. دروغ چرا؟ ترسیدم. ترسیدی و تصمیم گرفتی برنامه. ترسیدم چون مادر بود.